همین کلمه یا اصطلاح یا مفهومی کروپسیا یک پدیده بدی است. زو، بدی، زشتی و هر چیزی که در مخالف در مقابل همین زشتی و بدی هست علاقه ارزش است. یعنی مقاومت بر ضد کروپسیا، مبارزه با مقابل کروپسیا، بر ضد فسادکاری، این علاقه ارزش است. این علاقه ارزشی اگر در حدود جامعه و دولت باشد پس این ارزش ملی است، ارزش دولتی است. برای همین چیز علاقه از نگاه، از زاویه، از دیدگاهی ادبیات و فرهنگ ملی هم همین چیز، همین ارزش رو تبلیغ کردن در جامعه ضرور است. البته اون شورا، اون تدبیرهایی که در مخالف همین بدی قرار دارند، همین چیزا رو من ارزش میگم. همین کلمه فساد رو گفتم، حاضر من همین از ماخذها دیدم و کردم. فساد یعنی تباهی، ویرانی، زشتکاری، بد اخلاقی، بعد فساد اخلاق میگن، ویرانی اخلاق. بعد این جهت تیبی داره، فارسیش داری خوند، یعنی این چیز شهر کنی یک طرف میگذاریم. بعد از همین کلمه فساد انگیز اینجا تولید شده است، فساد در، فساد دار، فساد کش. و اون چیزی که به همین کروپسیا متداول است، یا مناسب است، متناسب هست، این فسادکار است و عمل شریع و تطبیق کن فسادکاری. همین معنی کروپسیا رو داده میتوان. و چند اصطلاحات و مفهوم‌های هستند که من همین با دقت از بس که در قطار پیش بودم با دقت تدریس کردم. همین سخنان همین رو از نگاه ادبیات و فرهنگ ملی شرح دیگرگونه کردن ممکن است. یعنی اما با مغز و شعور و ذهن جامعه خیلی نزدیکتر رساندن حتی ممکن است. فرض کردیم تمام جامعه ترکستان حقوق شناس و سیاست شناس نیست که برای همین از نگاه ادب و فرهنگ فهموندن همین پدیده، همین ظهورات خیلی مهم به نظر میرسه. یعنی چند اصطلاحاتی هست که من اینجا میخواهم که همین کوتاه ذکر کنم. همین مفهومی یا که اصطلاحی مرکزیه که همین فسادکاری رو شرح میده، تفسیر میده، نفس است. نفس این اصطلاح کلی فلسفی است. یعنی جان، روح، طبیعت انسان است. همینطور؟ بله. انا اکن نفس اماره هست در همین چیز. نفس اماره خواهش و طبیعت انسان با هوا و هوس‌ها و لذت‌ها. اینا نفس اماره میگن. این علاقه کن با ادبیات و فرهنگ بازگشت کرد. بعد نفس لوامه است که اون رو در عرفی عادی خودمون وجدان میبینیم. وجدان همونه که ایمانوئل کانت میگه که اون یک جاذبه داخلی انسان که انسان رو برای سعادت، برای نکویی، برای بهبودی، برای مثلا خوشرفتاری تلقین میکنه. اون از نقطه نظر ایمانوئل کانت دو راهی هست که انسان رو به حرکت، به تلاش، به مبارزه، به کار و رفتار و همین چیزا تلا میدهد، تکان میدهد، محرک میشود. یکی ترس است، دیگری هوسمندی. همین دو راه است. انسان میترسد که مثلا از کردن یک کار معذور نشود یا فلان بسمت همون کار اجرا میکند. اما بهترینش هوسمندی است. هوسمندی میبیند و روحاً باطناً او خود را آزاد حس میکند. اما کم میگه که غیر از این دو چیز با یک جاذبه باطنی انسان است که اون قرض انسانی میگرد در کریتیک چیستا رازوما، در تنقید خیلی خالیست. همین چیز همون نفسی لوامه که در ادبیات کلاسیکی فارسی ترکی ما طول عصرها، طول هزار ساله ها تلقین کرده میشد. این چیز بعد همین با یک نفس با یک خصوصیت گرد دارد. نفسی آرام است و نفسی سرکش با کروپسیا بیوسته داخل دارد. نفسی سرکش رو مسخر عقل پرتدبیر کرد. سگ چو شد دیوانه آرام میتوان زنجیر کرد. به مربی زیر گردون معتبر نتوان شدن ماه اینا رو رفته چرخ عالمگیر کرد. اکنون خیلی دراز است. سیدا رزق هنرور میرسد در خورد کار. سیدا رزق هنرور میرسد در خورد کار. روزی فرهاد را گردون ز جوی شیر کرد. همین حسن مقطع همین غزلی بینظیر سیدا اشاره به اون میکند که
هر چیزی که بر ضد همین خلاف همین بدی هست این مسئولیت انسان است. فرهاد از جوی شیر نام برآورد، هنرمند از هنرش رزقش پیدا میکند. دیگر مفهوم بسیار مهم حرص است. حرص چی است؟ حرص از نگاه ادب و فرهنگ تقاضاهای و طلبات‌های سرناشدنی انسان به چیزها و لذت‌ها، به مال و ثروت و دارایی. همین چیزی که همین به کروسیا مردم رو طلب میکند، تحریک میبخشد، همین حرص است. حرص ابرو فکرت در رهبر نجات کتابش میگه که سرچشمه تمام بدبختی عالم، تمام هزار ساله ها جنگ و جدال و خونریزی و آشوب و فتنه و بلا و بترها همش در مجموع دو چیز است. یکی حرص است، دیگر غلطی محاکمات. حرصش رو فهمو، غلطی محاکماتش اندیشه غلط در مغز ذهن شعور انسان، مفکوره غلط، همونی که میگیم اکستریمیسم، تروریسم، تندرو، چپگرو، رادیکال و بلا و بتر، همه از غلطی محاکمات آغاز میشه. اما یکمش حس است، یعنی از اون غلطی محاکمات حس در جای اولتر ایستاده است. بعد از یک سینای دیگر دارد که اونا در شعر ما، در ادبیات و فرهنگ ما بسیار گفتن آز است. آز و نیاز یک جای تلفظ کرده میشه. آز چی است؟ حریص بودن، تنگ چشمی، آرزو و خواهشی از معیار زیاد داشتن. فرض کنید در کیسه من 1000 تومان است، میخوام 10,000 باشد، 20,000 باشد. این هم خیلی خواهشی طبیعی است، اما باید از معیار زیاد نباشد. چون فردوسی میگه چون از گیتی پر از آز و درد، از او تو توانی گردی بیشی مگر. چون گردی بیشی بیشتر خواهی گشتن کس رو از سعادت، از آرامش روح دور میکند. یا همایوار به یک استخوان قناعت کن، به باد حرص مپر چون مگس به گرد عسل. همین عسل دیگه یک جا بمونه تمام مگس ها گردش میآید. همین به همین تشبیه بسیار زیبا میکند. یا یکی ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بدید بسیار زیبا میگه از بال هما کیست کشد ننگ سعادت، بدین نشود سایه مؤثر مکرم. هما چی است؟ هما مرغ سیمور. یعنی در افسانه یک میف، یک اسطوره پهن بود که کسی که در سایه مرغ هما میموند سعادتی دارای نصیبش میشد، هم در این دنیا هم در اون دنیا. اما بدین میگه کلی همون آدم، کو همون آدمی که یک بار اقل یک مثال آورده شود که همون آدم تگی سایه بال مرغ هما مونده است تا اینکه بشریت آن را فهم و درک کند. این افسانه است میگوید. مثل دیگه میگه بدین نشود سایه مؤثر مکرم، یعنی انسان باید از خودش، حرکتش، از مبارزه، از جهد تلاش است، از حالت خودش نماند. این چیز بسیار مهم است. بعد یک سعدی در همین واسطه در همین گلستان بی‌زوالش یک قصه بازرگان را میگوید که شاید بسیار شده. بازرگان در جزیره کش با سعدی رو میخورد که نقل میکند که 150 شتر مال داشت، دارویی را و 40 خدمتگار و به سعدی رو میگه که من باید فلان کار را بکنم. این قصهش دراز است. یعنی دیبای رومی باید به حلب برم، حریری حلبی باید به چین برم، کوسه چینی برام برم، همین خیلی. بعد میگه من با قول امروزه به نفقه میبرم، آرام زیست خواهم کرد. سعدی شما چی اندیشه دارید؟ بعد سعدی میگه آن شومی دستی که در اقصای غور بار سالار بیافتاد از ستون خرد. گفت چشم تنگ دنیادار را یا قناعت پر کند یا خاک گور. بسیار یک پند زیبای سعدی. یکی سوی میگه هیچ کس نیست که در فکر دل خود باشد، هیچ کس نیست که در فکر دل خود باشد، عمر آدم همه در فکر شکم بگذارد. اینا با کروس دوست نخود بود. الان یک چیز بسیار مهم، اپیکور چی؟ لذت. این مفهوم مرکزی کروسیا لذت بردن است، لذت زیاد خواستن است، نسلجدینیه.
همین لذت ها از نظر اپیکور خیلی زیبا شرح گذاشتن. اپیکور فیلسوف بزرگ ریمی قدیم است که نظریه مخصوص دارد، نظریه به سعادت رسیدن انسان. اپیکور میگفت حیات خوشبختانه نه تنها برای هر انسان امکان پذیر است، بلکه چون حیات آنگاه امکان پذیر برای سعادت میشود که زیر کنترل آدم باشد. یعنی آدم میتواند به طور مستقیم بخت و سعادت را دریابد، نوابسته از آنکه در این عالم بی‌رحم و پر از استبداد چها میگذرد. اما بخت و سعادت را از لحظه های زودگذر شادی و نشاط فرق باید کرد. سعادت خودش بی‌واسطه نمی آید، برای آن جهد و تلاش باید کرد و به علم مشغول باید شد. اون لذت و حلاوت ها را به سه گروه تقسیم میکنند. اول به دو گروه، جسمی و روحی. اما لذت های جسمی رو به سه گروه تقسیم میکنند. لذت های طبیعی و لازم، لذت هایی که به انسان خاص است. لذت های طبیعی اما در کورنه یا ناضرور. بعد لذت های نه طبیعی و نه ضرور. الان کوتاه شرح میکنم. با گروه یکم لذت هایی که طبیعی و لازم است. چی؟ انسان گرسنه ماند طعام میخواهد. این آدم خونه خود لباس میخواهد بپوشد. این خانه میخواهد که یک سرپناهی که در اونجا زندگی بکند. معامله با زن میخواهد. از این جهت اپیکور سخن سقراط را تکرار میکند. سقراط هم میگفت غذا همان و خوشمزه خواهد شد که از آن بهترش را انتظار نداشته باشید. هر چیز که بیارم اون را و شراب نیست اگر از اون بهترش رو نمیخواسته باشید. برای همین لذت های این یکمش همین گونه لذت ها رو بعدها فیلسوفان ستویسیزم اینا رواقیون میگن به حد افراط رسوندن. اونها هر سحر به آب و تاب جسم مشغول میشدن و همین غذاها رو چیز میکردن، در بالای خان میموندن و آدمانی رهگذر و آدمانی احتیاجمند رو دعوت میکردن، خودش رو تماشا میکردن و بعد غروب آفتاب همون گرسنگی و تشنگیشون رو با یک کاسه آب و یک تکه نان میشکستن، همون رفع گرسنگی میکردن. یعنی آب و تاب اراده انسان به همین درجه بود. اما لذت های طبیعی اما ناضرور چی هستند؟ اون لذت هایی که حیات آدم رو رنگ و رنگ میکنند. مثلا غذاها و لباس های بسیار قیمت، خانه های نهایت قشنگ پر از جهاز هر رنگ، سیر و سیاحت به عالم، این چیزها آدم را خوشنود میکنند و تا آن زمانی منفعت دارد که اگر کس به این خوشی ها جدی مناسبت نکند و تواند که بدون اونها هم زندگی کرده تواند. اگر این گونه احساس نباشد کس حیاتش رو، سعادتش رو زیر سوال میبرد. اما گروه سوم اونایی که نه طبیعی‌اند نه ضرورند. این به آدمان خاص است که کبر و غرور دارند. این آدمان روح خود را ناآرام میکنند، زیرا نمیدانند که خواهش‌های آدمی را انتها نیست. هر قدر ثروت زیاد داشته باشند باز میخواهند که از این بیشتر باشد. سرنوشت همین گونه آدمان رو الکساندر سرگیویچ پوشکین در یک افسانه دارد. همه شما از کودکی و از نورسی میدونید. کمپیر و تهاره شکسته ماهی طلا میگیرد چی آرزو داری؟ میگیرد همین تهاره اصلاح بکن. تهاره اصلاح که میکند میگیرد با چی خواهش داری؟ میگیرد که یک خانه زیبا لازم. وقتی که اینم مراتب آخر میگیرد که من فرمای تمام اقیانوس و بحرها و موجودات آبشتن میخواهم. یعنی یک امپراتور زنی همین یک قسم عالم میشه. بعد میگوید که تهاره با همون تهاره شکسته. این همین چیز.